سلام خانمای گل. اگر دوست دارید مراحل ساخت این گل شقایق رو ببینید با من همراه بشید. خب بعد از اینکه الگوها رو در آوردین، دور گلبرگ ها رو با شمع میسوزونیم. تعداد گلبرگ ها به سلیقه خودتون هست، میتونید اون رو کم و زیادش کنید. و اینکه پارچه این گل از ساتن هست، من از ساتن آستری استفاده کردم. برای اتو کردن اون گلبرگ ها رو به صورت باد بزنید تا میکنید و 2-3 دور خودش میپیچید و بعد اتو روی اون میذارید. به همین راحتی. فقط میتونید بعد از اینکه اتو گذاشتید خورده بعدش بذارید خنک بشه، بعد گلبرگ ها رو باز کنید که بهتر حالت بگیره. خب بعد از اتو کردن اگر دیدید دور گلبرگ هاتون دوباره کمی ریش شده، میتونید به وسیله همون شمع یک کم دیگه دور سوزیش کنید. خب خانوما، برای قرار دادن سیم وسط گلبرگ ها کاملا به ویدیو توجه کنید. اون کاملا واضح هست و احتیاج به توضیح دادن نداره. این نکته رو من بگم که فقط سایزهای بزرگ سیم گذاشتم، سایز متوسط و کوچیک فقط به هم دیگه چسبوندمشون دوتا و سیم وسط اونا قرار ندادم. این هم بازم به سلیقه خودتون هست. اگر که میدونید میخواید سیم قرار بدید و محکمتر وایسه، میتونید سایزهای بعدی هم سیم قرار بدید.
خب در اینجا روی تیکه نمد که به قطر 4-5 سانتی برشش دادم، دور تا دور گلبرگ‌ها رو به ترتیب میچسبونیم از سایز بزرگ به کوچیک. در اینجا میبینید که من گلبرگ های متوسط رو سیم نزدم و همجور دوتا به هم میچسبونمشون. اگر دوست داشتید خودتون این کار رو انجام بدید، سیم بزنید. عزیزان، آموزش پرچم توی ویدیو قبلی گذاشتم، میتونید برید ببینید که چجوری این پرچم ها ساخته شدن. خب این پرچم ها رو هم میتونید بدوزید و هم میتونید بچسبونیدش. من ردیف اول سعی کردم بدوزمش که ردیف های بعد میخوام بچسبونم خیلی ضخیم نشه. ردیف اول رو من از پرچم رنگ قرمز استفاده کردم. پایه های اون مشکی هست اما سری اون قرمز هست. خب بعد از اینکه دور تا دور قرمز رو زدید، پرچم قرمز رو زدید، من اینجا از کانوا استفاده کردم که در ویدیو قبلی، ویدیویی که پرچم ها رو آموزش دادم، این رو هم آموزش دادم که چجور اون رو آهار بدید که محکم تر وایسه. خب همینجور که میبینید اون رو دور دستم میپیچم و بعد دور تا دور اون رو منظم و اندازه میکنم. چجور قرار دادن اون روی پرچم هم کاملا توی تصویر قابل مشاهده و درک است، میتونید ببینید. برای ردیف بعد من از پرچم مشکی استفاده کردم. دور تا دور پرچم میزنم و بعد هم ادامه کار. خب بعد از اینکه پرچم ها رو چسبوندیم، میام از یک پارچه نمد
که به قطر 3 الی 4 سانتی متر برش زدیم و روی اون رو منجوق، مهره و یا اینکه سنگ، هر چیزی که در دسترستون بود به رنگ مشکی روی نمد میدوزیم و بعد هم دور تا دور نمد رو کوک میزنیم و جمعش میکنیم و وسط گلمون میچسبونیمش. خب من اینجا گلم آماده شد و میخوام این گل رو به عنوان سنجاق سینه استفاده کنم. شما میتونید به عنوان گل سر هم استفاده کنید. یک نمد به قطر 5-6 سانت برش میزنید و بعد دو طرف این دایره رو میارید وسط و بعد همونجور که توی تصویر میبینید دو طرف رو برش میزنید، برش های کوچولو میزنید که بتونید این سنجاق سینه ها رو از توی اون رد کنید و بعد با چسب اون رو محکم میکنیم و پشت گل میچسبونیم. خب این آموزش هم تموم شد. امیدوارم که دوست داشته باشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.